سن ابتلا به آن در حال کاهش. سبک زندگی ماشینی، چاقی، نوع تغذیه و فشار خون بالا از عوامل مهم ابتلا به بیماری سکته مغزی است. این آقا چه شد؟ آقا رانندگی اتوبوس کجا رفتی؟ آقای راننده اتوبوس در یه لحظه سکته کرد. سکته مغزی همیشه به همین سرعت رخ میده. چقدر خطرناکه. مغز ما همه انسان‌ها رگ‌های ریز و درشت متعددی داره. مغز به نرسیدن اکسیژن و غذا بسیار حساسه و به محض اینکه چند ثانیه‌ای بهش خون نرسه ما بیهوش میشیم. اگه یکی از مویرگ‌های مغز با لخته خون بسته بشه یا نه مویرگ پاره بشه، خونرسانی به قسمتی از مغز متوقف میشه. این رو بهش میگن سکته مغزی. بسته به اینکه سکته در کجای مغز و به چه وسعتی اتفاق بیفته، نشونه‌هاش فرق میکنه. یهو زانوام سست شد، دارم میافتم، افتادم تو خونه. الان نمیتونی صحبت کنی نه؟ متوجه میشی من چی میگم ولی نمیتونی صحبت کنی. مادر جون کی سکته کردی؟ 4 ماه هر وقت دارم به چه بیام 4 ماه نیومدم. کی سکته کردی؟ سکته کردم و رفتم بیمارستان بود. کی بود؟ نمیدونم کی بود. اون وقتی که این اتفاق افتاد در حال مشاجره بودم با یه عصبانی شده بودی؟ عصبانی شدم و حال تهوع بهم دست داد. همینطور حال تهوع اومد و یه پامو گذاشتم دومی افتادم وسط حال. چند سالتونه؟ خیلی زیاد. مغز مرکز فرماندهی بدن و جریان‌های عصبی برای حس و حرکت از مغز به همه جای بدن میرسن. نکته بسیار مهم در سکته مغزی که اولین عامل معلولیت در دنیاست زمانه. اگه کسی بعد از سکته مغزی در کمتر از 3 ساعت به بیمارستان برسه نجات پیدا کرده. درمان تو این زمان طلایی نمیذاره سکته مغزی موندگار بشه. یادمون باشه 3 ساعت. زمانی که به ما مراجعه کردن حدود 50 دقیقه از علائمشون گذشته بود. بلافاصله و بدون شک علت نجات این آقا هم از عوارض سکته مغزی رسوندن سریعش به بیمارستان و دادن داروهای رقیق کننده خون و لیز کننده لخته بوده. نمی‌تونستم حرف بزنم. الحمدلله خودم خیلی خوب شده. سکته مغزی رو در پزشکی به سوختن بخشی از بافت مغز تشبیه میکنن. سلولایی که میسوزن و از بین میرن. یه نکته خیلی مهم که در مورد سکته مغزی وجود داره و ما میتونیم اگه اونها رو بدونیم به بیمار زود کمک کنیم و زود به بیمارستان برسونیمش، اینه که بدونیم کسی که سکته مغزی کرده نمیتونه لبخند بزنه. این نکته اوله. دوم از اینکه کسی که سکته مغزی کرده اگه ازش بخوایم یه جمله کوتاه بگه، مثلا بگه هوا ابریه، نمیتونه بگه. و کسی که سکته مغزی کرده باشه نمیتونه دستاش رو هم بالا بیاره. حالا اگه کسی دچار سکته مغزی شد و درمان بیمارستانیش هم انجام شد، اگه ناتوانی داشته باشه باید بلافاصله فیزیوتراپی و گفتار درمانی براش انجام بشه. آفرین. این توانبخشی خیلی لازمه و ممکنه ماها هم طول بکشه. چقدر خوب اومدین. سلامت بشین. مرتب فیزیوتراپی شدین از وقتی که سکته اتفاق افتاده؟ نه. در مجموع 1/3 از مبتلایان به سکته مغزی با درمان‌ها کاملا خوب میشن. 1/3 دچار ناتوانی میشن دائمی و 20% سکته مغزی ها در مدت 1 ماه بعد و 10% اونها هم در همون لحظه وقوع سکته فوت میکنن. بیمه ها متاسفانه تعرفه برای بسیاری از خدمات درمانی سکته مغزی ندارن. تنها فیزیوتراپی بیمه داره و اونا بخش خیلی بزرگیش واقعا پرداخت نمیشه. میخوام ازتون کمک بگیرم که چون من هیچ کس رو ندارم غیر از خدا. بیمارا هزینه سنگینی باید متحمل بشن و این مسئله باعث خواهد شد که خیلی درمانشون رو ناتمام رها کنن. بیایید از سکته مغزی که حالا هی سنش داره میاد پایین‌تر پیشگیری کنیم. فشار خون بهترین مقدارش 12/8. اگه بالاتر باشه احتمال سکته بیشتر میشه. دود سیگار احتمال سکته رو 2 برابر میکنه. باید ترکش کرد. غذاهای چرب، غذاهای شور، کنسروی، گوشت قرمز و غذاهای دودی هم ما رو در معرض سکته مغزی قرار میدن. برعکس سیر، کلم، کنگر، شاهی، موز و ماهی از سکته پیشگیری میکنن. مراقب مغزتون هستی؟ به نام خدا. بینندگان عزیز سلام. شب